مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 24 آگوست سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله از بازداشت یک جوانزن برای اوباشی و دخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی در حالت مستی خبر داد. بنا به گزارش سراج الدین شکوری، سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه، کارمندان بتالیون مخصوصی دیدبانی و پیروهداری ملیته پایتخت یا PPS شب 21 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 3:20 در کوچه سویلی در پاولوی بیمارستان استقلال شاهد ترتیبات جمعیتی را دخلانه ویران کردن یک جوانزن مست شده او را بلافاصله بازداشت کردند و به شعبه یکم ملیت نویه فردوسی بردند. در جریان سنجش معاین کرده شده است که این نفر شهروند ستار و زرینه آلیموونا سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه بوده است. در نوار نشر شده دیده می شد که زرینه ستار ساعت 3 شب در حالت مستی در نزد بیمارستان استقلال پای لوچ در بین را رقص می کند. میلیسیا گفت که اخیرا ستار همچنین با شهروند محمد نعمتوف راننده تاکسی تمغه خونده رقم قید دولتیش 9559 سال تولدش 1998 مناقشه کرده چراغ‌های ماشین او را زده شکسته است و به صاحب ماشین ضرر مادی رسانیده است. در عکس نشر کرده ملیچ دیده می شود که روی راننده تاکسی را زده خونشورم کردند. در گزارش گفته شد که این قضیه تحت تفتیش پیشکی قرار دارد. در نوار لحظه بازپرسی ستار و دیده می شود این جوانزن به فرق از لحظه های مستی شلکی خیلی آرام شده است و به تن لباس خاکسارانه پوشیده و به سرش روی مالم انداخته است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله رفتار زرینه ستار را عمل ننگی نامیده گفت خیلی تأسف آور است که وقتی که زنان دخلانه ترتیبات جمعیتی را پایمال می کنند و بازم تصوف بارتر آن است که زنان به چنین کردار در حالت مستی می زنند.